در مورد کارهای هند گفتین، من مدت چون هند بودیم رفت آمد زیاد داشتیم، چون تحصیلاتم اونجا انجام دادیم در بخش سینما. در بعضی از فیلم ها هم کاری داشتیم، مثلا میشه از فیلم کابل اکسپرس یاد کرد که من اکشن دایرکتر بودم از جنوب افغانستان در اون فیلم و در کنارش نقشم داشتم، در کنار آقای جون ابراهیم، یکی از بازیگرای معروف سینمای بالیوود هستن. و در فیلم اکتا چایگر که جناب آقای کبیر خان ساخت، در بخش لباس یک مقدار همکاری داشتم. فیلم پنتوم و هم آقای کبیر خان ساخت، سیف علی خان در نقش داشته و هم در بخش لباس همکاری داشتم. یعنی در کل با سینمای هند هم یک پل ارتباطی با سینمای افغانستان ایجاد کرده بودیم، ولی متاسفانه مشکلاتی که پیش آمد، خب گرچه خطا نخوردیم از اون مسیر، تلاش داریم. حالا اینجا در کشور ایران در کنار دوستای عزیز ما، سینماگرای خوبی که اینجا هستن، آشنای ما که از قبل بودن و دوستایی که تازه آشنا شدیم، داریم به فعالیت‌های خود ادامه میدیم. ان شاءالله هموطنان ما منتظر باشن به زودی و خیر کارهای جدیدی که در اینجا ساخته میشه.